به نام خدا، سعیده اکباتان هستم، اداره تکنولوژی و گروه‌های آموزشی استان البرز. با تدریس زیستشناسی فنی حرفه‌ای کار دانش دوره دوم متوسطه در خدمت شما عزیزان هستم. خب این جلسه دهم هست که در خدمت شما عزیزان هستیم. خب در ادامه بحث بررسی جانوران به قسمت نرمتران میرسیم. نرمتران مهمترین شاخه‌هایی که در این کتابتون بررسی میشه، یکی دو کفه‌ای ها هست، یکی شکم پایان و یکی هم سرپایانه. اینا مهمترین شاخه‌های در واقع جانوران نرمتن هستن. بریم در موردشون توضیحات بیشتری رو داشته باشیم. خب گفتیم همونطوری که نرمتران یکی از معروف تریناشون شاخه‌هاشون دو کفه‌ای ها هستن، معروفن به تبرپایان. این یکی از ویژگی های اینها که میتونیم بهش اشاره کنیم اینه که صدف دارن و صدفشون دو قطعیه که این دوتا قطعه توسط لولایی، ببینید دقیقاً در این نقطه، این یه صدف، این هم صدف دیگه که تو این قسمت لولا شدن به هم مثل لولای در. پس صدف های دو قطعی داریم برای دو کفه‌ای ها، از اسمشون هم مشخصه. و اینها صدف هاشون معمولا معروفن به صدف گوشماهی که لب ساحل شما بچه عزیز میتونید ببینید و به اصطلاح از جنس آهکی هستن صدف هاشون. همچنین از معروف ترین هاشون میتونیم صدف مروارید خوراکی رو هم بگیم. صدف مروارید همونطور که در شکل هم میبینید معمولا با گذاشتن، اگه این حالا یه صدف باشه اینم لولاش، با گذاشتن یک جسم خارجی درون صدف، این قسمت دو بخشش، این دو کفه‌ایش در این قسمت لولا وصله، با گذاشتن یک جسم خارجی خب کربنات کلسیم اینجا رسوب میکنه و لایه لایه اضافه میشه که در واقع این طرز ساخت مروارید هست. مروارید رو در شکل واقعی اینجا میبینید. مروارید ها تجاری زیادی دارن و خرید و فروش میشن، ارزش اقتصادی دارن. یکی از معروفترین مرواریدهایی هست که در منطقه خلیج فارس به اصطلاح به دست میاد، استحصال میشه و همچنین در مثلا کشوری مثل اندونزی هم صدفش معروفه و همچنین در مکزیک هم هست. البته صدف خلیج فارس خب از لحاظ کیفیت جنس و مرغوبیت خب خیلی سطح بالاتری هست نسبت به مکزیک و به اصطلاح اندونزی و خب معروف به لب سیاه. خب مکانیسم تهیه‌شون شبیه به هم هستش. همونطور که اشاره کردیم یکی از معروفترین صدف ها در واقع صدف مروارید سازه که معروف به صدف لب سیاه که خب از لحاظ کیفیت و کمیت خب خیلی ارزش بالایی داره در جهان و ارزش اقتصادی داره. خب صیادا استفاده میکردن و خب خرید فروش میشه که اینم یکی از واقع فواید دو کفه‌ای ها هست که زیو خلیج مکزیک هم صحبت کردیم که گفتیم ارزش مروارید خلیج فارس خیلی لحاظ کیفیت و کمیت خیلی بالاتر هست نسبت به صدف‌های این مناطق. بخش دو صدف‌های این مناطق. خب قسمت بعدی شکم پایان هستش که از معروف تریناشون که خیلی هم آشنا هستید حلزون هست و لیسه که در واقع اینها همچنان که میدونید چون جزء نرم لیسه رو در شکل بالا، حلزون در قسمت پایین خیلی شبیه لیسه است با این تفاوت که اون صدف رو داره، همونی که به عنوان لونش وحش هم استفاده میشه. حلزون ها هم آبزی داریم هم خشکیزی. خیلی از لیسه ها هم
که همونطور که گفتیم بدون صدف هستن و لیسه صدف نداره و حلزون صدف داره. یکی از علت مزارع و باغ‌ها وجود همین لیسه هاست و مثلا حلزون ها. همونطور که در شکل میبینید چون اون صدف رو ندارن باید در مکانهای مرطوب زندگی بکنن و در واقع مثلا حلزون ها همونطور که در شکل میبینید چون اون صدف رو ندارن باید در مکانهای مرطوب زندگی بکنن و در واقع اون نقش حفاظتی که این صدف برای حلزون داره لیسه ازش محرومه. بنابراین معمولا سعی میکنن در شب به حالا تغذیه بپردازن، خارج بشن، حرکت بکنن. خب که این در واقع آب زیادی رو از دست ندن و این جریان رو در واقع بدون صدف بودن رو با این کار سعی میکنن جبران کنن. اگر شاید حالا اتفاق افتاده باشه سبزی که مادراتون حالا گاهی وقتا ممکنه کمک کنید، سبزی دارید پاک میکنید، سبزی خوردن یا انواع سبزی که گاهی وقتا توشون حلزون دیده میشه، اینا تو مزارع خیلی زیاد فراوان به اصطلاح حالا پیدا میشن حلزون ها و همونطور که گفتیم جزء چیا هستن؟ آفات مزارع و باغ هستن. از لیسه یک دو تا حالا کاربرد هم بگیم. ببینید سطحی رو که لیسه داره حرکت میکنه بعد زیر بدنش رو سعی کنه همونطوری که در شکل میبینید ماده ترشح بکنه، تقریبا لغزنده و چسبناکه که پایه خیلی از موادی هست که در جراحی مثل چسب جراحی استفاده میشه و کاربرد داره. خب در مورد اینکه گفتیم به لیسه ها نرمترانی هستن که شب فعال هستن رو گفتیم علتش چیه. گفتیم برای اینکه از سبخیر آب بدنشون جلوگیری بکنه. این میتونه گزارش خوبی باشه. در فضای مجازی در اینترنت گوگل سرچ بکنید و ببینید که دیگه لیسه ها در چه جاهایی ممکنه زندگی بکنن، چه کاربردهایی دارن، چه آسیب‌هایی حتی میتونن ما برسونن. و تو مزارع شمال، تو شمال کشورمون هم لیسه ها خیلی زیاد دیده میشن. این هم حالا جهت اینکه حالا نشانه هایی داشته باشید از لیسه. بخش بعدی سرپایان هستن. اسم عجیبیه نه؟ پاهاشون در واقع به بازو تبدیل شدن در اطراف دهان. خب و جزء نرمتران هستن و از واقع از ویژگی هاشون میتونه بگه نرمتران صیاد هستن. تو چیز معروف داره، یکی اختاپوس شاید شنیده باشید یا همون هشپا و همچنین اسکوید یا نرمتن مرکب که معمولا کوچکتر هست. در اسلاید های بعدی اینها رو میبینید. ویژگی ها خاصی دارن، مثلا میتونن جوهری رو به اطراف پخش بکنن، قدرت استتار بالایی دارن و در فیلم ها شاید دیده باشید که چطور حالا یه وقتای فیلم های تخیلی هست که مثلا یه هشپا یه اختاپوس کلیه مثلا یه قایق یا یه کشتی رو با بازوهاش میگیره و خیلی قوی هستش. حالا اونها یه مقدار علمی تخیلی هن ولی همه کاراشون رو با همون در واقع بازوهاشون انجام میدن که در اطراف دهانشون هست. بریم ببینیم تصویراشون رو. خب همونطور که گفتیم توانایی تغییر رنگ سریع دارن برای اینکه خودشون رو استتار بدن. عین اون شکل مثلا حالا سنگ یا خاک یا هر چیزی که در بستری که دارن حرکت میکنن به رنگ محیط در میان، کمتر دیده بشن که آسیب نبینن. کیسه جوهری دارن، گفتیم یه مایع سیاه و غلیظ و سریع پخش میکنن در محیط تا دیگه اون شکارچی اونها رو خوب نبینه و اینا به سرعت بتونن فرار بکنن. این اختاپوسه که معمولا بزرگتره، میبینید بادکش مانندهایی در زیر پوستش داره که بتونه کامل خودش رو بچسبونه به محیطی که میخواد. و اینم اسکویته یا همون در واقع نمتن مرکب که کوچکتر هستش.
خب بخش بعدی میپردازیم به بند پایان. از اسمشون مشخص، بدن چی دارن؟ بند با اینا خیلی آشنا هستید و خب خیلی از ما هم از بندها میترسیم. یعنی چی از بند پایان؟ از بند پایان یه خورده ترس داریم، هراس داریم. ببینید خیلی حالا گروه هایی داره معرفی میکنه و خب خیلی اینا جانورانی هستن پایدار، در واقع عمر زیادی رو در طول پیدایش حیات روی کره زمین به خودشون اختصاص دادن و خب با سازگار هستن. یکی از معروف تر، یعنی در واقع گروه هاشون رو بخوایم معرفی بکنیم 4 گروه: عنکبوتیان، سخت پوستان، هزار پایان و حشرات، که ما تو این جلسه به این ستا میپردازیم و انشالله با امید خدا در جلسات بعدی به حشرات هم میرسیم. خب بریم مثلا بخش بندی های بند پایان رو ببینیم. عنکبوتیان، سخت پوستان و هزار پایان، اونها رو معرفی کنیم و در موردشون توضیح بدیم. خب اولین چیزی که در مورد بند پایان باید بگیم اینه که اینا همونطور که گفتیم موفق ترین و متنوع ترین شاخه جانورانن. بدن و پاهایی چی دارن؟ بند. تخم زیادی تولید میکنن بند پایان. خب این تخم زیاد تولید کردن یعنی بچه زیاد تولید کردن که خیلی از اینا از بین میرن. بنابراین چون خطرات زیادی با اینا در واقع روبرو میشن، این بند پایان با خطرات زیادی روبرو میشن، باید این رو جبران کنن با تولید تخم زیاد. تفاوت زیادی هست بین غذایی که نوزادان و بالغین میخورن و اینم خب یه نکته است. ببینید نوزادانشون معمولاً از برگ حالا گیاهان و درختان خیلی استفاده میکنن. اینه که شده یک بلا و یک آفت به جون باغ‌ها و مزارع ما، محصولات کشاورزی ما. انواع حشراتی که بهش حمله میکنن همه جزء چی هن؟ بند پایان هستن و این خیلی به ما ضربه اقتصادی میزنه و خیلی آسیب رسان هستن. خیلی خلاصه یک کلام بگم، نوزادانشون نسبت به بالغینشون خیلی پرخورن و این پرخوریشون برای ما آفت به حساب میاد. دیگه عرض به خدمتون به این خاطر آسیب فراوان میرسونه. خیلی از مواد غذایی ما رو حشرات از بین میبرن. دیگه بند پایان معمولاً داره اسکلت خارجی هستن. اسکلت خارجی شبیه مثلا به ناخن دست و پای ما. خب جنس کیتینه، ترکیبی از پلیساکارید و پروتئینی که در فصل اول در موردشون صحبت کردیم. این کیتین یک قالب در واقع به بدن اینها میده، یعنی یه پوسته خارجی معمولاً براقه و فایدهش هم اینه که این حالت مثل یه زره میمونه، یه قابه، بنابراین نقش حفاظتی داره و جلوگیری میکنه از دست دادن. اینا میتونن زنده بمونن. خب اولین گروه از بند پایان رو معرفی میکنیم. با چه گروه شروع میشه؟ عنکبوتیان. همونطور که در شکل میبینید روتیل و عنکبوت از مهمترین در واقع یک چیز معروفی هستن از عنکبوتان. همه میشناسیم، مثلا عقرب رو میشناسیم، حالا عنکبوت، حالا اینجا اسمش بیوه سیاهی که اینم داستانی داره. عنکبوت، کنه، روتیل و عقرب از معروفترین عنکبوتیان هستن. اینا بیشتر از حالا حشرات چیز دارن، دست و پا دارن و همونطور که دیدید توی همین شکل هم مشخصه. مثلا روتیل دست و پا دارن و همونطور که دیدید توی همین شکل هم مشخصه. مثلا روتیل بدن کرکی داره. بعضی از اونها غدد سمی دارن و بنابراین به همین خاطر هم هست ما خیلی وحشت ازشون داریم. و عقرب رو میبینید نیشش رو اینجا مشخص کرده، این الان آماده نیش زدنه. خب بعضیشون خیلی خطرناکن، به خصوص در مناطق کویری. حالا معمولا عقربایی که کوچکتر هستن اینقدر این خطر رو ما در واقع ازشون به ما نمیرسه. انتهای
شکم عنکبوت ها همینطور که در شکل اینجا میبینید، حالا عنکبوت بیوه سیاه سایزاشون متفاوته، کوچک و بزرگ دارن، ولی قده های تار با اونها تولید میشه و این تارها حالا شبکه هایی که تولید میشه دیدید که هم هست، حالا گاهی وقتا گوشه انبار، نمیدونم گوشه اتاق یا جایی خیلی راحت با یه زاویه که فوری تشکیل میدن یه تار میتنن و اونو به عنوان لونه استفاده میکنن که حشرات دیگه که میان اونجا چون حالت چسبناکی داره و کیسانه اون رو در واقع به دام بندازن و اون حشره رو به عنوان غذا مصرف بکنن. خب عرض به خدمتون که عنکبوت بیوه سیاه هم که معمولا معروفه، این عنکبوت بعد از جفتگیری جفت خودش رو از بین میبره، حالا به این عنوان هم بهش گفته شده. گروه بعدی چیه؟ سخت‌پوستان. سخت‌پوستان از اسمشون پوسته یا همون قسمت کیتینی که توضیح دادیم پوسته محکمی باشه که ما بهشون بگیم یکی از خرچنگ پهن هست، خرچنگ دراز و بخشی هم که ما حالا به عنوان خوراکی استفاده میکنیم در کشور ما خرچنگی که هست که به عنوان میگو معروفه و کشتی چسب که به بدنه بیرونی کشتی ها خیلی میچسبه، به این خاطر بهش میگن کشتی چسب. اغلبشون خیلی ریزن، کوچیکن، ولی خب توی آب زندگی میکنن و میشن خوراک جانوران دیگه. یکی از معروفترین حشراتی که کتاب توی قسمت بیشتر بدانید اشاره کرده، بچه همونطور که میدونید قسمت بیشتر بدانید برای سوال نیست، ولی خب حالا برای فهم بیشتر تو کتاب آورده شده. حالا ما هم یه اشاره ای رو میبینید، جزء حشرات همونطور که میدونید و میشناسید. این انگل موجوداتی همون قادر به تولید غذا نیستن، بدن یک موجود دیگر رو که ما بهش میگیم میزبان هدف قرار میدن و از اون استفاده میکنن. مثلا کنه روی بدن انسان میشینه، یه تونلایی رو حفر میکنه زیر پوست که اونجا تخمشو در واقع قرار میده که باعث خارش هم میشه. اگه کسی که کنه رو بدنش نشسته باشه، حالا معمولا در برخورد با دام و اینها معمولا به انسان منتقل میشه، اونا که با کار دارن. حالا این تخم ریزی باعث خارش شدید میشه و آزاردهنده است، قابل انتقال بنابراین این کنه از شخصی به شخص دیگه میتونه منتقل بشه و به اصطلاح بیماری واگیر رو ایجاد میکنه که معروف به گال بیماری پوستی واگیر داره. از بعد چه کار کنیم؟ خب نباید با همچین افرادی ما برخورد داشته باشیم. اگه کسی گال داشته باشه بعد تمام لباسا و حوله ها و نمیدونم لوازم خواب و چیزایی که استفاده میکنه به عنوان البسه و خواب، اینا همه باید شسته بشن با آب گرم و صابون، با حرارت زیادم تا مثل اتو خوش بشن و اونایی هم که قابل شستن نیستن کافیه که به مدت 2 هفته لباساشونو یا ملحفه‌شونو یا چیزایی از دست رو که با پوستشون در تماس بوده اینا رو در یک کیسه نگه دارن تا 2 هفته. تو این 2 هفته در واقع این انگل ها، این کنه ها از بین میرن و دیگه نمیتونه به شخص دیگه آسیب برسونه. خب قسمت بعدی از این بخش که بهش اشاره میکنیم 1000 پایان هستن. اسمشون مشخصه ولی واقعا 1000 پا نیستن، 1000 پا ندارن، تعداد پاهای زیادی دارن، ما بهشون میگیم 1000 پا. 1000 پایان 2 گروهن، یه گروه گیاهخوار داریم، یه گروه گوشتخوار. اینا ببینید در واقع بذارید من قلممو این دفعه حالا رنگش رو تغییر بدم با سفید. خب گفتیم گیاهخوار داریم و گوشتخوار، انگاری رنگش کم رنگه، ما بذارید همون قرمز خودمون استفاده کنیم. گیاهخوار داریم و گوشتخوار چون پاهای زیادی دارن
معروفن به 1000 پا، ولی نه اینکه 1000 تا واقعا پا داشته باشه. در تصویر سمت راست شما، این تصویر کتابتونه، باز میتونید روی کتاب هم مشخص کنید، تو هر بند بدنشون 2 جفت پا وصل هستش. خب و تو هر بند بدن 2 تا جفت پا بیرون زده، ولی 1000 پای گوشتخوار تعداد پاهای کمتری داره، یعنی از هر قطعه بدنش فقط 1 جفت پا به اصطلاح وصل و متصل هستش. گیاهخوارها در واقع پاهای بیشتری دارن، جفت پاهای بیشتری خارج شده. جفت پا، 2 جفت پا به هر بند وصله. برای کیا؟ برای گوشتخوار، برای گیاهخوارا. و اگر هر بند بدن 1 جفت پا باشه گوشتخوار. چرا بهشون میگیم گیاهخوار و گوشتخوار؟ گیاهخوارا معمولاً تو خاک که دارن زندگی میکنن، هر برگی، شاخه، میوه، هر چیزی که منبع گیاهی داشته باشه و رو خاک بمونه کامل ازش تغذیه میکنن، پس به ما خیلی کمک میکنن و چیزای در حال پوسیدن رو کامل مصرف میکنن و هیچ زباله نمیمونه. در واقع مثل در واقع یه جارو برقی میمونن دیگه، اونا رو پاکسازی میکنن. همونطور هم که گفتیم در اغلب قطعات بدنشون هم 2 جفت پا دارن. اما گوشتخوارات دیگه استفاده میکنن و قطعات بدنشون 1 جفت پا در اغلبشون، حالا سر و ته بدنشون ممکنه خورده فرق کنه، ولی در اغلب بدنشون، قطعات بدنشون فقط 1 جفت پا بهشون وصله. خب رسیدیم به پایان جلسه 10 از زیستشناسی هنرستان فنی حرفه‌ای کار دانش. موفق و سلامت باشید.